به نام خدای پاک، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شاگردای نازنین و خوب ما. آرزوی صحتمندی و سلامتی دارم. انشالله همه جور و صحت و سر حال باشید. یک بار دیگر همه تان به درس امروز خوش آمدید میگم عزیزایم. همه انشالله که به درس امروز بسیار به دقت کامل و دقیقش متوجه باشید. دوستا بیایید که قبل از اینکه درس امروز شروع کنیم بریم یک تکرار کنیم درس گذشته ما را. درس گذشته ما شما چی بود بچه؟ در قسمت حل سوالات انرژی. آفرین، خیلی خوب بچه. اگر یادتان باشه ما شما در درس‌های قبلی انرژی مکانیکی را خواندیم، در کنارش رابطه بین کار انرژی را خواندیم، قانون تحفظ انرژی را خواندیم، چون این هر سه عنوان با هم خیلی ارتباط تنگاتنگ و نزدیک داره. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اگر یک تاش نفهمیم دیگه هم صحیح درک کردن نمیتونیم. ایناله سوالایش ما شما به سه بخش تقسیم میکنیم. قسمت اول مربوط به انرژی بود، کار کردیم. قسمت دوم مربوط به قانون تحفظ انرژی است، حال کار میکنیم. کتابچه و قلمتان بگیرین، بریم بخیر به طرف حل سوال. سوالی که در کتابتان آمده دوستا به این شکل یک سوال گفته جسمی با کتله 0.5 کیلوگرم را از ارتفاع 2 متر با سرعت 10 متر بر سکند به بالا پرتاب بکنیم. این جسم حد اکثر تا چه ارتفاع بالا می رود؟ خب ببینید به سوال دوستای نازنین، بسیار به شکل کوتاه به شما یاد کنم. اول چطور سوال تفکیک کنیم که مربوط به کدام عنوان است. اگر در سوال یک تا ارتفاع کار شد یا یک تا سرعت کار شد، یک ارتفاع کار شد مربوط به انرژی پتانسیل، یک دانه سرعت کار شد مربوط به انرژی حرکی، اگر یک ارتفاع و یک دانه سرعت کار شد مربوط به انرژی مکانیکی است. و اگر در یک سوال دو تا ارتفاع همزمان استفاده شود یا دو تا سرعت همزمان استفاده شود مربوط به قضیه کار و انرژی است. اگر در یک سوال همزمان دو تا ارتفاع و دو تا سرعت استفاده شود مربوط به قانون تحفظ انرژی است. پس حال دوستا شما میبینید که یک ارتفاع را بر ما شما داده، دیگه ارتفاع را خواسته، یک سرعت را داده، گفته با چی ارتفاع بالا میره. خیلی در آخرین نقطه‌ای که جسم اونجا برسه سرعت نهایی چی میشه؟ 0 میشه. خب سوال برنویس میکنیم. کتله جسم داده M مساوی به 0.5 کیلوگرم، M مساوی به 0.5 کیلوگرم و گفته از ارتفاع اولی که 2 متر است به بالا چی میکنیم؟ پرتاب میکنیم. در صورتی که سرعت اولی پرتاب جسم به اندازه 10 متر بر سکند باشد و این جسم گفته تا چه ارتفاع بالا میره، ایچ دور از پیش ما خواسته. خیلی دوستا فرض کنین که این سطح زمین باشد، جسم ما از این ارتفاع به طرف بالا چی میکنیم؟ پرتاب میکنیم. این ارتفاع اولی است که به نام H1 میگیم. H1 مساوی به چند متر است؟ 2 متر. گفته این جسم پرتاب میکنیم، آخرین ارتفاعی که جسم بالا میره به چی پیمانه می باشد؟ خب یعنی ارتفاع 2 میره از پیش ما شما خواسته، H2 را پیدا کنیم که مساوی به چند میشه. نور شاگردا فرمول داشتیم که K1 جمع U1 مساوی بود به K2 جمع U2. شما یادتان است که جسم وقتی که به آخرین نقطه خود برسه این از ارتفاع اولی که پرتاب میشه سرعتش به اندازه 10 متر بر سکند بوده. پس وقتی در آخرین نقطه برسه سرعت نهایی در اینجا برابر با چی میشه؟ 0 میشه. پس V2 0 است. نوع فرمول داشتیم K که بود عبارت از K1 M1 ضرب در 1 بر 2 V1 مربع یا M بگو کتله ثابت تغییر نمیخوره مثبت
یو یک داریم ام ضرب در جی ضرب در ایچ یک علامه مساوی که دو که می باشد عبارت از یک بر دو ام ضرب وی دو مربع میشه و یو دو که است عبارت از ام ضرب در جی ضرب در ایچ دو میشه. این شاگردا نال قیمت گذاری میکنیم یا از اطراف کتله ها، اطراف تقسیم کتله با کتله چی میشه؟ خلاص نیاز به قیمت گذاری کتله نیست. وی یک مربع بر دو مثبت جی ضرب در ایچ یک مساوی است به وی دو مربع بر دو و علامه مثبت میشه جی ضرب در ایچ دو. نال قیمت گذاری میکنیم شاگردان. وی یک به سوال داریم، وی یک 10 داریم، 10 را که اینجا بگذاریم 10 مربع 10 به توان 2 تقسیم 2 مثبت جاذبه زمین 10 ارتفاع اولیه پرتاب از ارتفاع 2 متری پرتاب شده بود. سرعت نهایی سرعت دومی 0 است. در جایی که بلندتر نقطه جسم برسه اونجا سرعت نهایی چی میشه؟ 0 میشه وی دو. خب اینجا خیلی نوشته میکنیم 0 مربع تقسیم 2 مثبت جاذبه زمین 10 ارتفاع دومی از نزد ما خواسته شده. خب بالاخره 10 مربع ما 100 میشه. 100 تقسیم 2 چند میشه؟ 50 میشه. 10 ضرب 2 20. 0 مربع 0 بر 2 0 میشه. 0 نوشته نمیکنم. 10 ضرب ایچ 2. نال شاگردان این 50 را جمع 20 کنم مساوی به 70 میشه. 70 مساوی به 10 ایچ 2. اطراف که تقسیم 10 بسازیم اطراف تقسیم چند؟ 10. پس ارتفاع دومی جسم مساوی به 70 بر 10 میشه. 70 که تقسیم 10 کنیم برابر با چند میشه؟ 7. پس جواب نهایی نوشته میکنیم که ارتفاع دومی جسم برابر با چی قدر است؟ 7 متر است. پس جسم در کل شاگردا ارتفاع دومی پرتاب به اندازه چی قدر؟ این H2 برابر با چی قدر است؟ برابر با 7 متر می باشد. خب دوستای عزیز مثال دوم کار میکنیم. گفته جسمی با کتله 2 کیلوگرم از ارتفاع 5 متر به طور آزاد سقوط میکنه. سرعت جسم گفته در ارتفاع 1 متر از سطح زمین دریافت کنید که مساوی به چند است. خب ما پیشتر یاد کردم زمانی که 2 تا ارتفاع و 2 تا سرعت در سوال کار میشه حتما مربوط به قانون تحفظ انرژی است. پس اینا رو شاگردا سعی کنید. فرمول ما شما داشتیم که یک جمع یو یک مساوی بود به که 2 جمع یو 2. این فرموله که خوب با خود رفیق بسازید. که است 1 بر 2 ام وی 1 مربع می شد و همچنان یو که است ام ضرب در جی ضرب در ایچ 1 هست علامه مساوی که 2 1 بر 2 ام وی 2 مربع مثبت یو 2 ام ضرب در جی ضرب در ایچ 2. شما دیدین که اطراف مساوات اگر تقسیم ام شود کتله ها از بین میره. نیاز به کتله دیگه نیست. ولو که به سوال هم داده شده اگر وضع بکنی باز هم دو طرف خلاص میشه. خب اینا شاگردان در شروع سقوط همیشه قانون است که در شروع سقوط سرعت جسم برابر با چی است؟ 0 است. خیلی نوشته میکنیم که وی 1 مربع بر 2 مثبت جی ضرب در ایچ 1 جی ضرب در ایچ 1 مساوی است به وی 2 مربع بر 2 و مثبت جی ضرب در ایچ 2. حالا قیمت گذاری میکنیم. وی 1 سرعت جسم در شروع پرتاب میگیره. شروع پرتاب همیشه سرعت اولیه 0 است. 0 مربع بر 2 و مثبت جاذبه زمین 10 ارتفاع اولیه را داده برابر با 5 علامه مساوی وی 2 مربع. وی 2 را میخوایم پیدا کنیم تقسیم 2 مثبت جاذبه زمین 10 ضرب در ایچ 2. خب ایچ 2 را هم داریم ما شما. این ایچ 2 است با معذرت ایچ 2. ارتفاع دومی را ما شما داریم در سوال ما برابر با 2 متر است. نال شاگردا 0 مربع 0 0 بر 2 0 10 5 50 میشه. این طرف مساوات تنها 50 باقی ماند علامه مساوی. این طرف مساوات وی 2 مربع بر 2 مثبت 10 2 20 میشه. این که از مساوات این طرف انتقال بدیم جواب سوال ما 50 منفی 20 مساوی به 30 میشه و مساوی است به وی 2 مربع تقسیم 2. رابطه طرفین و وسطین. پس قیمت یک دانه وی 2 مربع ما مساوی به 2 سی 60 میشه. اینال از اطراف مساوات چی بگیریم بچه ها؟ جذر بگیریم. توان وی 2 با درجه خلاص میشه.
توان ویدیو که با درجه خلاص در نتیجه نوشته کرده میتونیم که قیمت ویدیو مساوی است به جذر مربع چند 60 واحدش متر بر سکند می باشه. اینا شاگردا شما میفهمین که امی عدد 60 جذر مربع کامل نداره، پس امی آخرین جواب سوال ما شما قبوله. دوستان مثال سوم از تمرین عمومی کتاب شماست. یک دونه سوال بسیار خوب است. گفته به سوال یاد کرده که جسمی از نقطه A بدون سرعت اولیه و روی یک سطح بدون اصطکاک رها می شود. سرعت جسم یک در نقطه B پیدا کنید، یکی هم در نقطه C. اول ما شما سرعت جسم در نقطه B پیدا می کنیم شاگردا. خب برای دریافت سرعت جسم در نقطه B ما می فهمیم که جسم در اینجا دارای یک سرعت می باشد، اینجا دارای دیگر سرعت، اینجا یک ارتفاع را داره، اینجا دیگر ارتفاع را داره. پس نوشته کرده می تونیم که کی A یعنی انرژی حرکی نقطه A جمع یو A انرژی پتانسیل جمع نقطه A مساوی است به انرژی حرکی در نقطه B جمع انرژی پتانسیل در نقطه B. خب انرژی حرکی فرمولش بود 1/2 m ضرب v مربع مثبت ای بود m ضرب در g ضرب در h a ایرا v ای نام گذاری کنیم، ایرا h ای نام گذاری کنیم. علامه مساوی این میشه 1/2 m ضرب v b مربع علامه مثبت یا میشه m ضرب در g ضرب در h b. خب شاگردا اطراف اگر تقسیم کتله کنیم، کتله با کتله چی میشه؟ حذف میشه. فرمول جدیدی که بعد اسم میاریم VA مربع تقسیم 2 علامه مثبت G ضرب در HA علامه مساوی یم تبدیل به VB سرعت نقطه B مربع تقسیم 2 و علامه مثبت G ضرب در HB میشه. نال شاگردا سرعت جسم در نقطه A اینجا در شروع حرکت سرعت برابر با چی؟ صفر. صفر مربع میکنیم تقسیم 2 علامه مثبت. جاذبه زمین داریم 10. ارتفاع در نقطه A برابر با 20 متر است. در سوال اول داده بودم بر شما ارتفاع برابر با 20 متر است علامه مساوی. سرعت در نقطه B پیدا میکنیم v مربع بر 2 علامه مثبت. جاذبه زمین در اینجا 10 است اما در اینجا ارتفاع از سطح زمین صفر است، پس HB را چی میمانیم؟ صفر میمانیم. خب این قسمت صفر شد، 10 ضرب 20 مساوی به 200 میشه. 200 مساوی است به اینی ضرب صفر صفر میمانه وی بی مربع تقسیم 2. رابطه را اگر بسازیم یک طرفین و وسطین، پس سرعت در نقطه B مساوی است به 2 20 ما 400 میشه. از اطراف چی بگیریم؟ جذر بگیریم. تاوان از این با درجه خلاص میشه. پس وی بی سرعت در نقطه B مساوی به جذر مربع 400 چند است؟ 20 است. واحدش متر بر سکند. پس دوستا یک جزء سوال کار شد که سرعت جسم در نقطه B این اینجا وی بی سرعت در نقطه B چند شد شاگردا؟ برابر شد با 20 واحدش متر بر سکند. اینی رو پیدا کردیم. و در اینجا که بود وی ای در شروع پرتاب سرعت برابر با چی است؟ صفر است. ارتفاع از 20 است. اینجا باز ارتفاع نقطه B از سطح زمین برابر با چی است؟ صفر است. ایده شما بگیرید جزء دوم سوال ما به شما کار میکنه. خب جزء دوم سوال شاگردا سرعت ما به جزء اول پیدا کردیم که سرعت در نقطه B خواسته بود برابر با 20 متر بر سکند آمد. حال سرعت جسم در نقطه C چی میکنیم؟ پیدا میکنیم. شما طوری که میفهمین دو تا ارتفاع دو تا سرعت کار شده، پس از قضیه کار و انرژی مکانیکی کار میگیریم و فرمولش هم بود که که در نقطه B کی B جمع یوی B علامه مساوی است به کی C جمع یوی C. قیمت گذاری میکنیم. انرژی حرکی نقطه B 1/2 m ضرب v b مربع مثبت m ضرب در g ضرب در h b علامه مساوی. انرژی حرکی در نقطه C عبارت از 1/2 m v c مربع مثبت m ضرب در g ضرب در ارتفاع در نقطه C. یک مساوات است. اطراف اگر تقسیم کتله بسازیم کتله ها با هم چی میشه؟ خلاص میشه. چیز فرمولی با وجود که میایه فرمول آخر سرعت در نقطه B مربع تقسیم 2 علامه مثبت جاذبه ضرب ارتفاع در نقطه B مساوی است به
یه هم تبدیل به وی سی مربع تقسیم 2 علامه مثبت جاذبه ضرب ارتفاع در نقطه سی. خب قیمت گذاری میکنیم. سرعت نقطه بی را داریم برابر با 20 مربع تقسیم 2 علامه مثبت جاذبه زمین 10. ارتفاع در نقطه بی از سطح زمین 0 است. ضرب 0 نوشته میکنیم علامه مساوی. سرعت نقطه سی را میخواهیم دریافت کنیم. جاذبه زمین برابر با 10. ارتفاع نقطه سی از سطح زمین برابر با چند است؟ 15. این شاگردا 20 مربع 400 تقسیم 2 بازم برابر با 200. 10 ضرب 0 0 میشه و وی سی مربع بر 2 خودش باشه علامه مثبت برابر با 150 میشه. معلوم مجهول میسازیم شاگردا. 150 که از مساوات این طرف انتقال شود. 200 منفی 150 میسازیم. 200 منفی 150 جواب مساوی به چند میشه؟ 50. 50 مساوی است به وی سی مربع تقسیم 2. این شاگردا رابطه یک طرفین وسطین چه؟ پس سرعت در نقطه سی مربع مساوی است به 250 100. از اطراف و مساوات چی بگیریم؟ جذر بگیریم. توان با درجه خلاص میشه. پس سرعت در نقطه سی مساوی است به جذر مربع 100 چند است؟ 10. واحدش متر بر سکند و من الله توفیق. نوشته کده میتونید. خب دوستا گپ همو گپ دیگه. کدام گپ؟ گپ میگزی قرار است که دل به قرار است. تایم ختم است ازا در قسمت آخر تایم هستیم. انشالله که درس را یاد گرفته باشید. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.